درود عزیزانم، به چنل تاروت با مریم خیلی خوش اومدین. امروز قرار بدونیم که فردی که به شما آسیب زده، چه حالا احساسی باشه چه مالی باشه و در هر شرایطی که بوده، آیا کارمای کارهاش رو به دست میاره و میگیرتشون. میخوایم ببینیم که به چه صورته. از کارت های خاص خودم میخوام استفاده کنم که خیلی دوستشون دارم و خیلی خوب جواب میدن به همراه تاروت، که ببینیم آیا کارمای کارهای بعدش رو میگیره. توجه داشته باشید که بچه ها این کارت های بسیار روشنی هن، ولی خب متاسفانه در دنیای ما قسمت های تاریکی هم وجود داره که به همین خاصی جوابش رو میده. یعنی اگر از کارت ها میترسید میتونید این ویدیو رو نبینید، ولی به هر حال دنیای خیلی جالبی نیست اگه بخوایم حقیقت رو بگیم، به جز اینکه خوبی های بسیار بزرگی داره، بدی هایی هم داره. لطفاً کسی که باعث این اتفاقات بد برای شما شده و تاثیرات بسیار بدی توی زندگی شما شده، شما رو پایین کشیده یا هر مشکل دیگه، لطفاً دعوتش کنید به اینجا، اسمش رو صدا بزنین و از فرشتگان نگهبان بخواین که پاسخ شما ها رو بدن و بگن که آیا کارمای کارهای بدی که کرده بالاخره میگیره یا نه. بچه این تاروت خوانی خیلی فضای سنگینی نسبت به تاروت های دیگه داره، پس لطفاً حتما بعدش خیلی سعی کنید مدیتیشن کنید، آب بخورید. اجازه ندید که انرژی های تاریکی بخوان تاثیر بذارن، چون اصولا وقتی میخواین کارما بگیری قرار نیست خیلی کارتای خوب و خوشگلی بهتون نشون بدن. لطفا اگر واقعا توی زندگیتون کسی ناراحتتون کرده، یعنی نه مثلا یک ناراحتی و دلخوری کوچیک، منظور تأثیر بسیار بزرگی که تا چند سال رو شما گذاشته شده و اصلا شما نمیتونید به عقب برگردید و درستش کنید، در این حد بوده، لطفا نگاه بکنید. این در حد یک قهر کوچولوه، حالا هرچی که هست برای شما نیست این ویدیو. اگر اولین باری که دارید چنل ما رو میبینید، حتما ساب بکنید و زنگوله رو بزنید که اولین ویدیو رو شما بتونید ببینید. خب من 6 تا کارت میکشم و میخوام ببینیم آیا کارمای کارهاش رو میگیره کائنات. لطفاً تاروت عزیز به ما پاسخ بده و به همون بگو که آیا جواب کارهای بد و زشتی که در حق عزیزان کرده، آیا پاسخش رو میگیره. خب ببینید بچه، یک پشیمونی بزرگ براش من میبینم. خیلی شرط روحی همین الان خوبی نداره، حس میکنه خیلی چیزاش رو از دست داده و از نظر روحی فوق العاده افت کرده. حس میکنه که اون چیزایی که لایقش بوده و دوست داشته باشه الان نداره و خیلی داره دست و پا میزنه از این جهت که چرا اون چیزهایی که من میخواستم ندارم. از این جهت دست و پا میزنه که هی داره گلگی میکنه و میگه که چرا من ندارم اون چیزهایی که باید داشته باشم. پس فعلا شرط روحی خوبی نداره اون چیزی که من الان دارم میبینم. خب اول اینا رو ببینیم، بعد من براتون کارتای ببینید بچه ها، چیزی که من دارم اینجا میبینم اجازه بدید من این کارت ها رو بکشم که بتونم بهتون توضیح بدم. آیا کارمای کارهایی که کردن رو میگیره؟ لطفا پاسخ بدید اوراکل های عزیزم. این کارت ها خیلی بچه ها خاص هستن و خوب میتونه با تاروت ارتباط برقرار بکنه. میخوام ببینم دقیقا داستان از چه خبر، چه چیزیه که کامل بهتون بتونم توضیح بدم.
دسته این کارت ها زیاده، به خاطر همین من 2 دستش کردم. خب ببینید بچه ها، همونطور که گفتم با فرشته نگهبانتون صحبت بکنید. ما اینجا فرشته نگهبان داریم که داره راه رو به شما نشون میده و شاید الان من نظرم این باشه با این کارت، من همه رو ندیدم، این که فرشته نگهبان داره میگه عزیز من راه تو بسیار روشنه، پس لطفا به گذشته فکر نکن و به کارمای اون فرد فکر نکن، به خودت فکر کن، به خودت که میتونی خیلی جاهای خوبی بری، به جاهای بزرگی برسی، چون من اینجا کارتای خیلی خوبی میبینم. فعلا من این رو میتونم بگم و به جای اینکه خیلی خودت رو عذاب بدی و اذیت بکنی، به اون نوری که برای تو افروختم فکر بکن که به زیبایی میتونی از پس زندگیت بر بیای و لحظات قشنگی داشته باشی. فعلا من همچی چیزی میبینم تا ببینیم آیا در مورد کارمای اون فرد صحبت میکنه یا نه. بیشتر انگار در مورد خودتون داره میگه. آیا به کارمایی که باید میرسن به خاطر اذیتی که کردن؟ بچه ها لطفا سوال بپرسید خودتونم که ما بتونیم بهتر جواب بگیریم. خب ببینید بچه ها، این فرد میتونه یک فردی باشه که نزدیک شما بوده. من همچین فردی میدونم که سعی میکرده با حرفاش روی زندگی شما تاثیر بذاره. هیچ فرقی نداره خانومین آقایین، هیچ فرقی نداره. ببینید این فرد حتی توی خونه شما کنار شما میخوابیده. امکان مثلا داره دوستی باشه میومده خونه‌تون، شب با هم میخوابیدین، یا شما حتی میرفتید خونه‌شون و شب با هم روی یه مثلا دوشک یا روی یه تخت میخوابیدین. این فرد خیلی فردی بوده بسیار نزدیک به شما که فقط ظاهری انسانگونه داشته. ببینید شاخاشو، امیدوارم ببینید کامل. این شاخاشو اگر ببینید فقط یک شیطان انسان نما بوده. خیلی معذرت میخوام اینو میگم، ولی فقط ظاهر انسانیت به خودش داشته و درونن خیلی من انسان شریفی نمیبینم. و چیزی که داره کائنات بهت میگه که اینه که فعلا رو خودت تمرکز بکن، دنبال این نباش که آیا کارماشو میگیره یا نه، ولی بهت نشون داد. درست نظرت همین بوده، یعنی که انسان خوبی نیست. کارت هم داره همین میگه این یک شیطان انسان نما بوده. حالا بذار ببینیم کارت ها چی میگن. ببینید بچه ها، من یه چیز رو خیلی خوب فهمیدم اینجا، اینه که این فرد از هر نظر از شما پایین تر بود. اوکی؟ و خود کوچکبینی مفرد در کنار شما پیدا کرده. اما چیزی که من میبینم اینه که شما همین الانم جایگاه بالایی دارید. ببینید اگرم ندارید به زودی میرسین. من خیلی زود میبینم، ولی این فرد هنوز بی خیال شما نشده. اوکی؟ یعنی من بی خیالی تو این فرد نمیبینم. امکان داره باز هم به شیوهی که من خیلی قربانیم یا من خیلی آدم در واقع بدبختیم بیاد سمت شما و بگی من مثلا از تو کمترم و باز هم بیاد کارهای پلیدشو بکنه. و یه اصلا به این حالت اومده، یعنی حالتی که حالت قربانی شدن داشته باشه. اوکی؟ و چیزی که من میبینم بچه ها اینه که شما مسافرت زیاد میرین، یا همین الان هم خیلی مسافرت میرید. و باز هم من یه چیز دیگه هم میبینم، امکان داره این رو برای معشوقه خودتون گرفته باشید. شما فکر میکردید با این فرد قرار دنیا رو بچرخین، دنیا رو ببینید. ببینید دو دسته وجود داره، یا دوست صمیمیتون رو گرفتید یا معشوقه خودتون رو گرفتید. یعنی انتظار داشتید
با این فرد دنیا رو ببینید، دنیا رو بچرخید. اوکی؟ دوست داشتید خیلی چیزای قشنگی باش تجربه بکنید ولی کاملا برعکس شده. یعنی این فرد روی بد خودش رو نشون داده و متوجه شدید که اصلا این فرد کاملا اومده برای از بین بردن روح و انرژی شما. یک انرژی خار بوده، یه ومپایر بوده و قرار نیستش به شما چیز خوبی هدیه بده. اما من چیزی که بچه‌ها دارم برای این فرد میبینم، یعنی اینکه آیا جواب کارمای خودش رو میگیره یا نه. این فرد به شدت حالت روحی بدی داره. در ظاهر خودش رو حفظ کرده ها بچه‌ها، در ظاهر خودش رو حفظ کرده، اما به شدت وسواس فکری پیدا کرده. ببینید بچه‌ها این عکس رو امیدوارم خوب بتونید ببینید این تصویر رو. اصلا نمیتونه با آرامش حتی بخوابه این فرد. نه شب داره نه روز، فقط فکر میکنه. فقط فکرهای مسموم و خیلی آلوده. اوکی؟ فکرهای بسیار مسموم و آلوده‌ای داره و دلش میخواد باز هم بتونه صدمه بزنه تا آروم بشه. متوجه این چی میگم؟ و امکانش هست که باز این فرد بیاد سمت شما. حالا اگه دوستتون، اگه کسی هست که خیلی بهتون نزدیکه، بیاد و دوباره بخواد صدمه‌ای بزنه. من اینجا آینه خون میبینم. آینه‌ای زیادی وجود داره. این فرد تونسته، حالا نمیدونم چطوری، از آینه خون استفاده بکنه. و یا بچه‌ها شما از کسی صدمه دیدید که هم خون هستید. میدونید چی میگم؟ مثلا توی فامیلتون دختر خاله، پسر خاله، دختر دایی، دختر عمه، دختر عمو، چه بدونم پسر عمو، پسر دایی، هر فردی که کازین دیگه، هر فردی که همخون شماست تونسته این کار رو بکنه. امکانش هست. و اگر ازش بپرسی آیا خوشحالی که مثلا این کار رو کردی، ناراحتی، پشیمونی؟ نه، این فرد اصلا فقط ناراحت اینه که نتونسته به اون چیزایی که میخواد برسه. از این که این کار رو کرده و این آینه انجام داده اصلا ناراحت نیست، خوشحاله. ببینید این فرد در حال حاضر من بیشتر میبینم که اصلا نمیتونه بخوابه. این فرد به موقعیت شما، به شغل شما، به درآمد شما، حتی اگر توی یک رابطه هستید بچه‌ها و معشوقه‌ای دارید، به رابطه شما حسادت میکنه. شخصیتاً یک آدم بسیار فضوله، خیلی زود هیجانی میشه. بعد هر دوست داره از اسرار بقیه سر در بیاره و به همه بگه. ببینید این همه ویژگی بچه‌ها، لطفاً توجه بکنید. ویژگی فردی که من دارم اینجا میبینم. اوکی؟ و من میبینم که این فرد حتی برای گرفتن دعا این شهر اون شهر میره. یعنی امکان داره این فرد بره این شهر اون شهر از یه سری جادوگرها استفاده بکنه، چون متاسفانه جادوگر وجود داره بچه‌ها. خیلی چیزا رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن. یه سری کارها رو میکنه و مخصوصا این کارهای خطرناک رو شبها انجام میده. اوکی؟ و الان بیشتر گیرش به معشوقه شماست. ببینید بچه دو دسته است. یا کسی که به شما خیلی نزدیکه، من اون بیشتر فرد میبینم که خیلی بهت نزدیکه و داره این کار رو میکنه. یا کسی که معشوقه شما هست. اوکی؟ از این که ولش کردی ناراحته. شما چهره بعدش رو دیدی، ترکش کردی. اوکی؟ و یا این که الان با کسی هستید و اکس شما داره یه سری کارا رو میکنه و شما دارید در مورد اکستون سوال میپرسید که کارماهاشو گرفته، الان بیخوابه. بچه من خیلی دوست دارم بیشتر بدونم، برای این کارتای آخر میخوام 2 تا از این ور 2 تا از اون ور بکشم.
بذار ببینم بالاخره این کارماشو میگیره یا نه. الان بیشترین چیزی که به من گفت اینه که حسادت بسیار شدیدی داره به موقعیت شما، به شغل شما، به درآمد شما، به حضور شما در جاهایی که در حال حاضر هستید حسادت میکنه. حالا میخوام ببینم کارماشو میبینه یا نمیبینه. لطفا به ما بگو. خب شبا خیلی حالش بده، یعنی طوری که حتی نمیتونه نفس بکشه. خیلی شبا حالش خراب میشه، اینقدر که فکر میکنه ها. بله ببینید بچه ها، این تمام کارهای خطرناکی که میتونسته انجام بده بچه ها انجام داده. ببینید حتی با استفاده از یک سری اسباب بازی، شاید حتی اسباب بازی شما رو برده و از طریق اسباب بازی برای شما یه سری مشکلاتی رو درست کرده. ببینید این فرد خیلی فرد حسودیه، خیلی حسوده، فضوله، تو کار همه دخالت میکنه، از همه چیز میخواد سر در بیاره، ولی هر چقدر که سنش میره بالاتر و شرایطش که میگذره بدتر خواهد شد. و چیزی که من دارم میبینم اینه یک دفعه جواب همه کارهاش رو میگیره. ببینید بچه ها، یک طوفان و یک ابر خیلی زیاد رو ما میبینیم که ابرهای زیادی ما اینجا داریم. این فرد به صورت یک باره مثل یک رعد و برق میخوره و فرق سرش. یعنی فکر نکنید اگه این کارهای کثیف رو با شما کرده، ببینید همچین چیزی، من چون خیلی عصبانی شدم، اگر کازین شما هم خون شما این کار رو کرده، بدونید که خدای آسمان ها درست میزنه فرق سرش و اصلا ولش نمیکنه این آدمو، یک دفعه جوابش رو میگیره. و اگر احیانا عزیزم شما کسی هستی که این کارها رو کردی، چون ما نمیدونیم دقیقا چه کسی داره این ویدیو رو میبینه، بهت بگم خداوند از کارهایی که کردی نمیگذره، سعی کن جبرانش کنی. ببینید این فرد بسیار حسادت میکنه. الان شما با کسی هستی که کاملا احساس کائناتی بسن. ببینید من بیشترین انرژی رو میگیرم، اوکی؟ پس دو دسته است، ولی دسته ای که من خیلی شدیداً دارم میبینم اینه که کسی که خیلی به شما نزدیکه به ارتباط کائناتی که خداوند برای شما گذاشته و یا در آینده میذاره بسیار حسادت میکنه. این فرد بسیار حسوده، فضوله و میخواد که همه رو بکشه پایین به هر نحوی که شده. کارهای خطرناک زیاد میکنه، ولی این فرد قربانی کارهای خودش خواهد شد. میگه چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. چاهی که کنده شده اول خودتون چاه خواهی افتاد. اوکی؟ بنابراین این فرد توی چاه خودش کنده، همون ویرانی که برای بقیه طلب کرده بود همون رو خداوند بهش میده. خداوند آسمان ها هیچ وقت دیر نمیکنه و این فرد خیلی خوشحاله ولی تاریکی های زندگیش داره به سراغش میاد و فکر نکنید میتونه فرار بکنه. کاملا رعد و برقونه میزنه تو سرش. این فرد رهایی پیدا نمیکنه، اینو من بهتون قول میدم، ولی شما برگزیده شدید بچه ها. یعنی هر کار زشتی که در حق شما کردن در نهایت به نتیجه نمیرسه. درسته آدمای فضول و دارکی دور و برتون دارید، ولی کائنات، خدای آسمان ها در کنار شماست. شما به هر چی که خواهی رسید. حالا فرقی نداره شما خانومی یا آقا. من الان انرژی زن نمیبینم بچه ها، ولی مردونه هم میتونیم تفسیر بکنیم چون عمومیه، ولی من انرژی زنانه بیشتر میبینم. شما خانومی هستی که به هر چه میخواهی میرسی و این فرد کارهاش رو میبینه. هرچند الان خیلی خوشحاله، فکر میکنه که به شما ضربه زده، حالش خوبه، ولی مرور به مرور
زمان به زمان که میگذره اوضاعش خیتر میشه.